بچه اومدیم با دریم لیگ یه سانت فک وای خب کریستیانو رونالدو میره جلو، پاس میده به گرت بیل پاس میده به دی بروینر و دی بروینر گل میزنه. گل دوم به یوونتوس، گل اول کریستیانو یه دریبل قشنگ میزنه، این بازی کن گل دوم برای تیم دریم لیگ. خب کریستیانو پاس میده به گرت بیل خراب میکنه. نیمار به دنبال توپو میگیره. نیمار جونیور نمیتونه این توپو گل کنه و کورنل. کیلیان امباپه میندازه تو برای ویرجیل فندایک، نمیتونه و شزنی توپو میگیره. یه خطا از کارباخال. حالا موقعیت هست برای یوونتوس، نمیذارن بچهای ما. نیمار جونیور توپو دور میکنه. مسی توپو میگیره، پاس میده به کریستیانو برای گرت بیل برای دی بروینر برای امباپه گل سوم به یوونتوس. حالا کریستیانو خودش داره میره تو، یه پاس برای گرت بیل میخواست چیپ بزنه ولی نمیتونه. کیلیان امباپه یه سانت برای گرت بیل و نمیتونه گرت بیل. دقیقه 44 بازی